جف اولسون بنیانگذار و مدیرعامل شرکت نئورا در امریکاست. در طول دهه‌ها این شرکت آنقدر بزرگ شد که امروز هزاران نفر در تلاش هستند تا محصولات مراقبت از پوست و برای کند کردن روند پیری با بالاترین کیفیت تولید و به فروش برسانند. کارخانه‌ها و شرکت‌های آرایشی و بهداشتی نئورا امروز علاوه بر امریکا در کانادا، نیوزیلند، اروپا و دیگر نقاط دنیا شعبه دارند. جف بنیانگذار و صاحب مجله لایف هپی و مهمترین اثر او The Slight Edge است، برتری خفیف. کتاب برتری خفیف تأکید می‌کند موفقیت نتیجه مجموع انتخاب‌ها و عادت‌های کوچک روزانه است، نه یک اقدام بزرگ یا موفقیت فوری. فلسفه لبه کوچک بر این اساس است: اگر به طور مداوم و منظم کارهای ساده و درست را انجام دهیم، با گذشت زمان به موفقیت و رشد می‌رسیم. برعکس، ترک عادات ساده هم می‌تواند منجر به شکست یا پس‌رفت شود. چکیده فلسفه لبه کوچک. 1. موفقیت نتیجه کارهای کوچک روزانه است، نه کارهای بزرگ. کارهایی را که هر روز انجام می‌دهی مانند خوردن، مطالعه، ورزش، عادتها در ابتدا بی اهمیت به نظر می رسند، اما با گذشت زمان تفاوت عظیمی ایجاد می کنند. 2. کارهای درست هم ساده اند و هم انجام ندادنشان ساده. مثلا خواندن 10 صفحه کتاب، 20 دقیقه ورزش، صرفه جویی های کوچک، یادگیری روزانه. همه اینها آسانند، ولی چون نتیجه فوری ندارند اغلب نادیده گرفته می شوند. 3. زمان دوست یا دشمن توست. اگر انتخاب‌های کوچک درست داشته باشی، زمان تو را به موفقیت می‌رساند. اگر انتخاب‌های اشتباه یا بی‌تفاوتی داشته باشی، زمان تو را به عقب می‌برد. 4. پیشرفت ابتدا نامرئی است. در ابتدای کار هیچ تغییری دیده نمی‌شود. درست مثل رشد یک گیاه یا جمع شدن سود مرکب. اما ادامه دادن همان اقدامات کوچک ناگهان نتایج بزرگ می‌سازد. 5. ثبات مهم